برای من گفتم ویدیو نکن، چیز نکن. گفتم من روام مصلحت میکنم. گفتم حاضر عبدالرزاق در کجا است؟ از یوتیوب از این چیزا ما پول نگرفتیم. راستگاه وقتی که سوم گپ زدگی نبوده، بعد این شرطنامه 50 و 50 چه فایده داشته بود؟ الو السلام علیکم. علیکم السلام. حاضر عبدالرزاق بران کلا جدا شدند همین. من راستگاه نمیفهمم. همین اینو در همین دبی عربستان بودن، خورد عربستان شدگی من نیگان که به خدا نمیدونم. حاضر عبدالرزاق در کجا است؟ عبدالرزاق در عربستان. تا جایی ما فهمیدیم، معلومات گرفتیم، ویدیو را تماشا کردیم امک جان. همین سبب جدا شوی و همین ویدیو کنی ها همون است که بران پول های عبدالرزاق گرفته است. شما میتونید همین را تصدیق کنید که گرفته در حقیقت یا اینکه نه؟ من راستگاه نمیدونم، اینو عربا میدونم. اینو عربا قاپیدگی، من نقاپیدگم راستگاه. همین اگر تخمینا بگیم چقدر مبلغ به شما روان کرده است در طول همین 3 سال برام؟ در 3 سال من با یک هرچی که یگان کس میداد عبدالرزاق با روی میکردن راستگاه 2000 3000 1500 یگان کس اگر عبدالرزاق با میداد میدادند. از یوتیوب از این چیزا ما پول نگرفتیم راستگاه. همین عربستان رفتن اومدن ما 90,000 پول داد تمام. 90,000 سومونی هم. از همه پولی کلانی داداش 90,000 سومونی است همشه؟ راست. مسئله که در دهاتون وای میسازن، مهمانخانه میسازن، همین خیلی سر و صداها بود، همینا چی شد؟ ساختید؟ اینا یکان چی نیست، با کدام پول میسازید؟ همین نزدیک به 90,000 سوم پول یک بار عربستان رفتن اومدن و 90,000 سوم پول داد که اقلا باور میکنید 3 ساعت زمین گرفته نشد. وقتی که 3 سال پیش برام نزد شما رفت برای اینکه عبدالرزاق پایتخت بیارد، همین یگان نمود شرطنامه بود میدونی شما چه؟ شرطنامه بود. این چه شرطنامه بود و کدام پونکت‌ها را داشت؟ 50 ما شرطنامه کرده بودیم با خطی برام خطی. یعنی 50 و 50 فایده ها؟ 50 فایده بگیر گفتم 50 فایده با بطی. انا بیست وقتی که 50 و 50 باشد، یعنی از کجا به کدام دلیل معین میشه که مثلا بران 100 سومونی کار میکند و 50 سومونی به شما روی میکند؟ همین چه معین میشه؟ رحمت این عموما اینش نمیفهمم راستگاه. برای که قطعی استاد بود، انا عبدالرزاق قطعی کار میکرد راستگاه. سمپم من یگان چی گپ زدگیم نی راستگاه. وقتی که سومپون گپ زدگی نبوده، بعد این شرطنامه 50 و 50 چه فایده داشته بود؟ او وقتی عبدالرزاق بردم با ما شرطنامه کرده بودیم. این شرطنامه بگید دیگر اسم همین شرطنامه را بگید. چه اسم شرطنامه بستید که نمیدونید که چند سومانی کار میکرد؟ چه شرطنامه چه خیلی میشد؟ نفهمیدم. این سومانی کار میکرده یا خودش میفهمد، ما نمیفهمیم. من گفت که من برای تو 50 پرسین دوده استودم گفت راستگاه من گم نزدم راستگاه. امر جان لبا بخشیش نکی، یعنی شما نمیگفت که من 50% شما دا پول رای کردم همین خیلی؟ انا یعنی همون جمعی همون پول شما چقدر معین میکردید و چقدر باور میکردید که 50% همون پول برای شما اومده ایستاد؟ نه چقدر میفهمید شما؟ اینا ما گفتند که از یوتیوب ما گفتن مثلا 1 میلیون پراسموتر شود $200 پول میگیریم. گفتن $200 2000 سوم میشود می. بله ما گفتن ما 2000 سوم 3000 سوم میگیریم. گفتن برای همون راستگاه همه 2000 سوم میفرستوندن ما. عبدالرزاق چند ماه پیش باید با یک بلاگ روس خسبی جنگ میکردن و یک نفر پیدا شد برای اینکه همین ها جنگ نکنن 1 میلیون روبلی که 150,000 تومان میشود داد به هر جمین نفر را. از همون 1 میلیون روبل برای شما 500,000 روبل روسیش روان کرده شد؟ نه شما از همین خبردار بودید؟ خبردار بودم. موافق اون شرطنامه که شما بسته بودید که یعنی 50 به 50 دعوا کردید که مثلا 500,000 ما روان کرد، هم خیلی دعوا کردید شما؟
نه ما برون اومدگی بود ترسیدم. ما گفتم همین سومی که برای خاصبیک دادن، گفتم برای عبدالرازق دادن کنی، گفت که من گفت دستیش محکم کرم موندگم یک روزی به صاحبش برگردون نمیتونم بود. مدام که ای منیجرشان برون جدا شدن، بعد این فعالیتش رو چخل دوام میتید؟ آینده دا چیکار کردن یا چخل میشود؟ برادر راستیگم نمیفهمم، ولی عبدالرازق میبیاید خدا خواهد همش عمیق میشود، همش کجا فعالیت میکند چی میکند خودش میدوند. راستیگم دما عموما یگان گپ زدگی نیست. میشوند با آینده همکاری کنن یا که با فکر شما تمام؟ نمیدونم راستیگم. برای من گفتم ویدیو نکن چیز نکن، گفتم من روام مصلحت میکنم، گفتم من قطع تو گپ زدگی برام بی عقلی کرده. حاضر من در رسانه ها هر خیلی گپا گفته استودیم. عبدالرازق در اینجا یگان گناه نداره راستیگم. مدامی که همون گپ‌هایی که در اینترنت سازی گفته ایستادن شما با خبر باشید جوابتون با همون قدر مردم چه سازی شما بگید هم و میاد چوب مردم حالی نفهمیده ایستادن برای گپ من زدگی، یعنی که حالی مردم عبدالرازق گناهگار کرده ایستادن لیکن خودشون هیچی نفهمیده ایستادن. عمر جان بابا سلامت باشه. ما دیگه وقت شما رو میگیریم. رحمت کلام برای صحبت برای کار مایل زیر نشوید، همه شال میشوید به نزدیکی همه میفهمن گپاتون. مایل برای کار زنده باشید. مایل